ترس از عروسک‌های قاتل مثل آنابل، ترسی که توی همه وجود داره. اما عروسک‌هایی رو تصور کنید که از درخت آویزون هستند. ترسناکه نه؟ جالبه بدونید جزیره‌ای در مکزیک وجود داره به اسم سوچیمیلکو که عروسک‌های وحشتناک زیادی از درخت آویزون هستن. اما چیزی که این موضوع رو ترسناک میکنه داستان پشتشه. مرد جوانی که در این جزیره زندگی میکرد جسد دختر جوانی را همراه عروسکش روی آب پیدا میکنه. مرد عروسک رو به ید دختر به درخت آویزون میکنه. اما پس از آویزون کردن صدای قدم‌ها و فریادهای دختری رو میشنیده. پس با آویزون کردن عروسک‌های بیشتر سعی در آروم کردن دختر داشته، اما موفق نشده. گردشگران ادعا میکنن چشمان عروسک‌های آویزان هر جا که میرن اونا رو دنبال میکنه. اگه قصد بازدید از این جزیره رو دارید، سفر خوشی رو براتون آرزو میکنیم.